جناب پیغمبر ما را نصیحت کردن، گفتن ای امتهای من، وقتی که رب العالمین شما را تماشا میکنه شما حرکت کنه که در این روزداری تو با پروردگار خوبی زیاد نشان بدی. حرکت کنه که در این ما ذکری زیاد داشته باشه، پاکیزگی و پرهیزگاری زیاد داشته باشه، خیر و سخاوتمندی زیاد داشته باشه، طلب مغفرت زیاد کنه، شبهاش نماز نفل بخونه، تلاوت قرآن داشته باشه، به همدیگر صله رحم کنه، مهربان باشه، با شخصیت هایی که قهری بوده آشتی کنه، کسی را که خفه کردی برای بخشش بپرس. خوبی های زیاد در این ماه با پروردگار نشان میده، چون که خداوند لحظه شما را اهمیت داده است، لحظه به لحظه شما را رب العالمین تماشا داره. بدبخترین شخصیت همون انسانی هست که در این ماه از رحمت خدا محروم و بی نصیب میگرداند. میدونه که برادر عزیز، انسان روزخور، انسان روزه نمیگیری.